میخوام یکی از مهمترین عامل از دست دادن حسابت و اوورترید شدن تو بهت بگم. دیدی زمانی که چارتو باز میکنی و اولین معاملت رو میزنی و ضرر میشه و میری سراغ معامله دومت، میگی بذار یه خورده حجم اضافه کنم که با سودش ضرر معامله اولی هم جبران بشه و امروز دیگه ترید نکنم. میبینی اونم ضرر میشه و مجبوری توی معامله سومت اینقدری حجم اضافه کنی که 3 تا معاملت کاور بشن. اینجاست که جرقه اوورترید میخوره و شما در کمتر از 1 روز کل حساب از دست میدین. واسه همینه که میگیم یه حد ضرر روزانه بذارید و مثلا داخل اون روز بنویسید آقا من روزی 3% اگر ضرر کردم دیگه معامله نمی کنم. شما اگه 30 روز پشت سر هم ضرر بکنید یعنی میشه 90% ضرر، 10% حسابتون باز میمونه، چیزی که غیر ممکن بود و بهتون گفتم. پس همین الان پشو برو یه حد ضرر روزانه واسه خودت بذار.